طالب امروز ادعا میکنه که او میجنگه به خاطر بقا، به خاطر یک تغییر. چه تغییری؟ مثلا سه گپ همیشه بانه میکنن: دین، ملت و حکومت، یعنی قدرت. دین به نام دینی میجنگی که میگه اگر مؤمن را عمدن بکشی فقط جزای جهنم است. و تو به نام دینی می جنگی که حرف اولش بخوان بود، نگفته بود جهاد بکنید، گفت بخوان. برای پیامبر اسلام اولین هدایت دینی و فرمان الهی اقرا بود. به نام دینی می جنگی که 13 سال آیت جهاد نامده. به همین دین، به نام دینی می جنگی که 13 سال برای پیامبرش آیت جهاد نامده، تو سر طفل 13 ساله می جنگی. به همین دین کوتاه میگم. ملت بهانه دومی است که طالب می جنگه امروز به نام ملت. کدام ملت؟ ملتی که میکشیش، ملتی که تباهش کردی، ملتی که در هر خانه تو 10 دانه یتیم و بیواره اعلا کردی. با کدامین ملت؟ ملتی که به خاطر ما آوردی متربه ما استفاده کردی، خداوند ما را نگاه کرد، اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه، 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. ما خود لباس خود پوشیدیم، ما خود آماده استم، رفتیم در خط مقدم هم که استاد میشم و میگم ما مردانه جنگ میکنم، ما مردانه جنگ میکنم. تو چی میکنی؟ ملت، همین ملتی که کلش آواره کردی، ملتی که نانش گرفتی، ملتی که نانآورش کشتی، همین ملت. سومش حکومت، این آخرین قدرت، گرفتن قدرت و حکومت کردن. در کجا حکومت میکنی؟ مگر تعمیرای دولتی که بیت المال است تو گرفتی به خاطر حکومت کردن نگاهش کردی؟ تو خود درش دادی. خیلی کجا حکومت میکنی؟ حکومت چوپانی میکنی؟ تو خود سرکا که مسیر رفت و آمد مردم است به نام کافر شدن قلبش میکنی. خیلی چی تو حکومت میکنی؟ من خودم میفهمم در چی حکومت میکنن. پلهایی که مردم میره، عموم ملت را که تو میگی ما به خاطر تو میجنگم، راهش قطع کردی، مسیرش قطع کردی. تمامی تاسیسات دولتی را شما آمدین از بین بردین. مردم جای برای تداوی نداره، جای مسیر برای رفت و آمدش خراب کردی، نانآورش گرفتی، به نام دین کشتیش. ما میفهمم، ما و همسنگرای ما میفهمیم چرا با طالب میجنگیم و میجنگم تا روزی که خداوند برم توان نصیب کرده، تا روزی که حیات دارم کنار همسنگرای خود استاد میشم، سپر ملت خود میشم،